لقد کان یقینا که بود لسبع بر قوم سبع فی مسکنهم در جای سکونت هایشان آیتون، امی که انسان باغ داشته باشه، قصر داشته باشه، ساختمان ها باشه، آب و آبشار باشه و تاکای انگور است و از زردالو و شفتالو و توت و شاتوت و زیرش هم جویا روان است، دیگه کلش قدرت الله هست. الله متعال میگه لقد کان لسبع بر قوم سبع، مردمی که در سبع زندگی میکردن، فی مسکنهم در خانه هایشان در جای سکونتشان آیتون یک نشانه بزرگ از قدرت الله بود. جنتانی عن یمین و شمال، باغهایی بود به طرف راست و چپ. داخل قریه که میشیدی که دست چپ هم باغ هاست، راست هم باغ هاست، ماشاءالله. کلو برشان گفته میشد که بخورید من رزق ربکم، از رزق ربتان، واشکروا له و به الله شکر بکنید. بلدتون طیبتون و رب غفور، منطقه یعنی شهر بسیار پاکیزه هست و رب خالق مغفرت کننده. دو نعمت الله، باغها را دارین، شهرتان هم شهر بسیار زیبا و پر از مدنیت و خالقتان هم خالق مهربان. این مردم دو نعمت الله را کفران کردن. فاعرضوا، پس اینا اعراض کردن. فارسلنا، پس ما فرستادیم علیهم بالایشان چی را؟ حالا دیگه وقتی که شکر نکرد سر از اینا چی آمد؟ سیل العرم، یک سیل بسیار قوی را که کل دار و درخت و باغش کلش از سیل بود. و بدلناهم، و تبدیل کردیم به جنتهم، به دو باغی که طرف راست و چپ باغ ها بود، جنتین، دو باغ دیگه که زواتی اکل خمت، که وا میوه های داشتن که میرفتی میوه هایش بی لذت است. درخت ها دیگه کلش سیل برده، میوه هایش هم که ببینی کلش چی شده؟ پوچک شده. پوچک که میخوره که هیچ مزه نداره. و اصلا و درخت های هستند که او درخت های بی حاصل، درخت های بی ثمر. و شیء من صدر قلیل، یک تعداد هم از درخت های صدر هستند که او را بعضی ها بیره میگن شات بیر است. از یک قسم بطاهای میخورن که باز شاتش بسیار خوبش میبشن. قلیل، بسیار کم. خب چرا این جزاها را الله میگه برشان دادیم؟ میگه ذالک جزایناهم بما کفروا، این جزا را برشان دادیم به خاطر از اینکه اینا ناسپاسی کردن، ناشکری الله را کردن. و هل نجازی الی الکفور، الله متعال میگه های ما سزا میدیم به غیر از انسان های ناشکر. و جعلنا بینهم، الله متعال میگه و گردانیدیم یا خلق کردیم، ساختیم بینشان و بین القرى التي بارکنا فیه، در بین ازیا و در بین قریه های دیگه که در او برکت ها بود، قرآن ظاهرتن که قریه های آشکار دیگه در بین از اینا بود. و قدرنا فیها السیر، و مقرر کردیم در بین از اینا سیر را. سیروا فیها، برین سیر بکنین در امی قریه ها، لیالی شبها و ایاما روزها، آمنین با بسیار امنیت. فقالوا، باز گفتن ربنا ای پروردگار ما، باعد بین اسفارنا، فاصله بیانداز در بین سفرهای ما. و ظلموا انفسهم، و اینا ظلم کردن بر نفسهایشان. فجعلناهم، الله متعال میگه گردانیدم اینا را، احادیث، قصه ها و حکایت ها برای مردم. و مزقناهم، و پارچه پارچه کردیم اینها را، کل ممزق، خوب اما تو پارچه پارچه. این یقینا که فی ذلک، در امی کار، لآیات، دلایل از قدرت الله هست، دلایل برای عبرت گرفتن است. کل صبار، بر هر انسان بسیار صبر کننده، و شکور، و انسان بسیار شکر کننده. ولقد صدق علیهم ابلیس، یعنی ولقد صدق، یعنی ثابت کرد بالاشان ابلیس. چی را ثابت کرد؟ ظنه، امو گمان یا عقیده باطلشه. اینا تحت تاثیر ابلیس رفتن و ابلیس امو اعتقادات باطل خود بر از اینا تصدیق کرد و قلب از اینا را به این عقیده های باطل برگشتن. فتبعوه، پس اینا پیروی از ابلیس کردن. الا فریق من المؤمنین، مگر یک تعداد کمی از مؤمنان. و ما کان له علیه من سلطان، و نبود بر امی ابلیس بالای این مردم من سلطان، کدام سلطنت و قدرت و غلبه. ابلیس کس را به زور از دستش گرفته کش کرده نمیتونه، فقط وسوسه. الا لنعلم من یؤمن بالآخرة، تا ای که ما فقط ابلیس الله متعال میگه خلق کردیم
تا که ما معلوم بکنیم کسانی که حقیقتا ایمان به آخرت دارن و پیروی از شیطان نمیکنن، ممن هو منها فی شک، نسبت به کسایی که در آخرت شک میکنن. ما میخوایم که معلوم بکنیم که مؤمن حقیقی کی است و بی ایمان حقیقی کی هست. و ربک علی کل شیء حفیظ، الله متعال هر چیز حفظ میکنه. اگر تو توحید الله را حفظ کنی، باز الله تو را از شیطان، از ابلیس، از دشمنای خطرناک تو را حفظ میکنه. با سر تو هیچ سلطنت و قدرت نمی داشته باشه. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، الله متعال باز برشان میگه که صدا کنین کسایی که شما گمان میکنین به غیر از الله که اونا معبودای شما هست. لا یملکون مثقال ذره، اینا مالکی یک مثقال، یک ذره، یک ذره، یک اندازه یک موجود ذروی، اینا مالک چیز نیستن. یک ذره را خلق کردن نمیتونن. فی السماوات، نه در آسمان ها، ولا فی الارض، و هم در زمین. و ما لهم فیهما من شرک، و در این دو چیز شریک کدام کار هم نیستن. و ما له منهم من ظهیر، و بر از اینا کدام پشتوانه یا مددگار هم نیست. ولا تنفع الشفاعة عنده، شما بعضی اوقات این قبرها و بتها را پرستش میکنید به این نیت که یا ما را باز شفاعت میکنه. الله متعال میگه ولا تنفع الشفاعة عنده، به نزد الله شفاعت هیچ منفعتی بر کس رسانده نمیتونه، الا مگر شفاعت کسی که اذن له، برش الله متعال اجازه داده باشه. اگر الله برش اجازه داد شفاعت از این بگو، بازو شفاعت کرده میتونه. اما شما دیگه هر کسی رو که پیدا کردین او را عبادت میکنین، باز میگین شفاعت کرده میشه، این کار غلط است. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، حتی تا زمانی که اذا فزع دور کرده شود امو هیبت و ترس عن قلوبهم، از قلبایشان، قالوا ماذا قال ربكم، میگوین که ربتان چی گفت؟ قالوا الحق، گفتن واقعا خالق ما حق گفته، توحید گفته. و هو العلی الکبیر، بازیا به اسما و صفات الله یقین می داشته باشند که الحق الله هست، العلی ذات بسیار با عظمت عالیشان الله هست، الکبیر بزرگ الله هست. قل بگو بر شانه رسول الله صلی الله علیه و آله من یرزقکم من السماوات والارض، چی شما رزق میده از آسمان ها و زمین؟ قل الله، بر شانه جواب بگو که قل الله، بگو که الله متعال. و اینا و ایاکم، آلیا که جر بحث میکنه بگو خلاص ما براتون توحید بیان کردم. آل ادب مناظره همی است، میگه و اینا او ایاکم، ما یا شما لعلی هدن او فی ضلال مبین، باز معلوم میشه که کدام ما به هدایت هستیم و کدام ما به گمراهی هستیم. ما خود دلایل خدا براتون بیان کردیم. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم شما لا تسالون، سوال کرده نمیشوین، اما اجرمنا، آنچه که ما اگر جرم کردیم شما پشت جرم ما نگردین، اگر ما کدام گناهی کردیم شما از گناه ما سوال نمیشین. ولا نسأل اما تعملون، و ما هم با سوال نمیشیم از آنچه که شما عمل میکنین. به این خاطر کفرتان و ایمانتان به خودتان تعلق داره، منفعتشان به خودتان است، ضررشان به خودتان است. قل برشان بگو که یجمع و جمع میکند بیننا و ربنا، در بین ما و شما پروردگار ما، ثم یفتح بیننا بالحق، بعد از او فیصله میکند. فتح چی است؟ به معنای فیصله هست. یفتح بیننا بالحق، باز فیصله میکنه در بین ما رب ما به حق. و هو الفتاح العلیم، این هم از اسماء صفات الله هست. الفتاح یعنی بسیار ذات فیصله کننده قوی. العلیم که در وقتی که فیصله میکنه به تمام نکات ذرات اعمال تو علم داره. بعضی اوقات یک نفر قاضی فیصله میکنه اما علمش درست نمیباشه، مردم بازیش میتن. بسیاری قضاوت ها قاضی ها فیصله میکنن نمیفهمه، غلط فیصله میکنه. اما الله کس الفتاح العلیم، فیصله کننده است که از اول و آخر و از ذرات قضیه با خبر است. قل ارونی الذین الحقتم به شرکا، بگو نشان بده بر ما او کسانی را که الحقتم، شما او را ملحق کردین یا بسته کردین، به الله متعال شرکا، شریکان. کلا، هیچ وقت یا باز او را نشان داده نمیتونن، چرا با خودشان ذلیل خوار و تکت تکه میباشن. بل هو الله العزیز الحکیم، بلکه الله هست که در پالوی ازی که حق بود، الفتاح بود، العلیم بود، العزیز هم است و الحکیم هم است. این ذات است که دارای این اسما و صفات است. آل رسالت رسول الله صلی الله علیه و از نگاه طول، عرض، مدت
موقعیت و مکان الله معرفی میکنه. الله متعال میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ارسلناک و ما تو را نفرستادیم الا کافة للناس مگر به تمام بشریت. تو پیغمبر سیاه پوستا هستی، از سفید پوستا هستی، از زرد پوستا هستی، از سرخ پوستا هستی. تو پیغمبر برای اروپا و امریکا و آسیا و افریقا و استرالیا و انتارکتیکا و تمام از اینا هستی. تو پیغمبر برای انسان ها و جن هستی. پس تو رسول الله هستیم بر تمام بشریت. چیز وظیفت؟ دو وظیفه اساسی داری، بشیرن و نذیرن. بعضی از مردم ها هست میگه که نه، باید همی دعوتگرا تنها بشارت بتن، بر ما بگه چقدر جنت است و چقدر لذت است و چقدری است. بر ما از مرگ گپ نزنین، بر ما از درد گپ نزنین. سیز نه؟ بعضی کسا تو پیشنهاد دارن که بر ما از قبر زنگ میزنه یگان استاد شما باید همی دوزخ و عذاب قبر و سختی ها و صراط یارا نگوین. باز بعضی کسای دیگه که از بازی ها چی میگن؟ کسایی که ذره تقوادار از بازی ها چی میگن؟ استاد زیاد از این عذاب بگوین که دل ما قلب ما چی شوه؟ خوب نرم شوه. در حالی که وظیفه پیغمبر اردویش است، هم بشارت است، هم پیغمبر بشیر است که به جنت و به نعمتهایش بشارت بده، و هم نذیر است که از عذاب الهی باید مردم چی کنه؟ بترسانه. و ما ارسلناک الا کافة للناس، برای تمام بشریت بشیرن، بشارت هم برشان بده، و نذیرن و ترساننده هم باش. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لکن اکثریت مردم علم ندارن. و یقولون و میگوین متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این وعده شما چه وقت است اگر شما راستگوی هستین؟ قل لكم میعاد یوم، برشان بگو که بر شما میعاد هست، وقت مشخص هست، از روزی که لا تستأخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون، از او یک ساعت نه پیش میشین، لا تستأخرون تأخیر نمیشین، ولا تستقدمون و نه هم تقدیم و پیش، نه پس میشه نه پیش. و قال الذين كفروا، و گفتن کسایی که کافر شدن لن نؤمن بهذا القرآن، که ما هرگز ایمان به قرآن نمیاریم، ولا بالذی بین یدیه، و نه آنچه که در پیش دستش است. نه به قرآن ایمان داریم نه به سنت، به هیچ چیزی، و نه هم به کتاب هایی که قبل از تو تیر شده، زبور و تورات و انجیل. ولو ترى، الله متعال میگه اگر باز ببینی اذ الظالمون، هنگامی که امی ظالمان موقوفون عند ربهم، دمون لحظه که اینا استاد می باشن در مقابل پروردگارشان، یرجع بعضهم الى بعض القول، باز یکیش به دیگه خود پسک میکنه و گپ میزنه. یقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، باز میدان حشر هم اعضای حزب لوده با رهبریت حزبی خود در جنجال می باشند. بعضی کسایی که ضعیف بودن، قدرت نداشتن، رعیت بودن، برای کی میگن؟ للذین استکبروا، بر کسانی که طاغوت و متکبر بودن، رهبریتشان در دست عزا بود. باز میگن که لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر شما رهبرای طاغوت و سرکش نمی بودین ما مؤمن می بودیم. قال الذین استکبروا، باز کسایی که اونا تکبر کردن، رهبریت ظالم هستن، رؤسای حزب ظالم، رئیسای حکومت های ظالم، وزیرایی که ظالم باشن، جنرال هایی که ظالم باشن، بازیا چی میگن؟ للذین استضعفوا، برای کسایی که اونا را به زور زیر تحت تصریح داده بودن، انحن صددناکم عن الهدى، آیا ما شما را مانع شدیم از هدایت؟ بعد اذ جاءکم، وقتی که برتان هدایت بود، قرآن نبود پیشتان، سنت نبود پیشتان، خودتان مش آمدین پشت ما دویدین، زنده باد و مرده باد میگفتین. بل کنتم مجرمین، بلکه خود شما مجرم بودن. رعیت رهبریت خدا دشنام میدن، رهبریت رعیت خدا. و قال الذين استضعفوا، باز میگم این مردمای رعیتی که ضعیف هستن، الذين استكبروا، بر از متکبرین و طواغیت، بل مکر اللیل و النهار، شما بودین که شب و روز مکر میکردین، دسیسه میساختین، پلان میساختین، تلویزیون می آوردین، رادیو را می آوردین، رقاصه ها را می آوردین، فیلم می آوردین، آزادی بیان میدادین و به نام آزادی بیان ما را به کفرگویی واداشتین و به نام آزادی جنسی سر ما زنا و همجنسگرایی و فیلمای خراب سر ما مشاهده کردین. شما بدبختا بودین که تمام روز اذ تأمروننا، باز ما را شما امر میکردین که ان نکفر بالله، که ما به الله کافر شویم، و نجعل له اندادا، برازا میگفتین که نه تنها قانون الله خو نیست، هر کس میتونه قانون بسازه، هر کس میتونه که چطور برسه.
و اصر الندامت. آل دیگه بازی ها چی میگم؟ تو پت پت بشه که دیگه خود میگن پشیمانی خدا، اما تو گفته میرن پنهان میکنن پشیمانی خدا. لما رأوا العذاب، وقتی که عذاب ببینن. الله متعال میگه بازی ها که هر قدر اینجا پشیمان شوه، و جعلنا الاغلال، باز ما زنجیرها را مثل توخا فی اعناق الذین، میپرتیم در گردنهای الذین کفروا، کسایی که کافر شدن. هل یجزون، الله متعال میگه های بر از این جزای سخت داده می شود، الا ما کانوا یعملون، مگر به خاطر از اینکه خودشان عمل میکردن، جنایت نمیکردن، قتل نمیکردن، بند نمیکردن، لط نمیکردن، برق نمیدادن، ظلم نمیکردن، ناخون نمیکشیدن، نمیکشتن، ظلم نمیکردن. کلش جزای اعمال خودشان است که در فحشا و منکرات و ظلم و جنایت دست اول داشتن. الله متعال میگه که و ما ارسلنا فی قریه، و ما نفرستادیم در هیچ قریه من نظیر، در هیچ شهر. در قرآن وقتی که قریه می به معنای قریه و مدینه کل شامل میشن، و مملکت. و ما نفرستادیم در هیچ قریه و در هیچ منطقه و در هیچ شهر و در هیچ مملکت من نذیر، کدام ترساننده، الا قال مترفوها، مگر ای که مردمای ثروتمند و صاحب قدرت و اینا چی کردن؟ یا گفتن اینا بما ارسلتم بهی کافرون، ما با آنچه که شما به او فرستاده شدیم کافر هستیم. و دلیلشان چی بود؟ چرا؟ به خاطر که مردمایی که زیاد مال و فرزند و قصر و امکانات داشته باشه، یا را متکبر میسازن. و قالو، گفتن نحن اکثر اموالا، تو بیار تو چند ایداد داری؟ اکانت نمبر چقدر پیسه داری؟ ما که هستیم بسیار مالدار هستیم. و اولاد، چند تا اولاد داری؟ مرسه که اقدر اولاد دارم. و ما نحن بمعذبین، و ما تعذیب نمیشویم. قل، بگو برشانه رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، این کار الله هست که برای بعضی ها رزق گشاده می سازه. و یقدر، و برای هر کس که خواست او را کم اندک می سازه. برای بعضی کسی در زیادت رزق امتحان است. یا کسی دیندار است که این موتر خرید، که این قصر ساخت، که پیسه پیدا کرد، یک دفعه گمراه میشه. بعضی کسای دیگر ببینید که پیسه دار است، بسیار خوب آدم است، یا کمک سرش فشار که آمد باز کفر میگه. امتحان الله از اردو جهت است. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت مردم نمیفهمند. و ما اموالکم و اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، الله متعال میگه نه مالتان ولا اولادتان، و نه هم اولادتان، بالتی او چیزی هستن که تقربکم عندنا زلفا، که شما را بر ما نزدیک میکنه از نگاه قربت. یعنی کسی نیست که او را مالش به ما نزدیک بسازه یا اولاد زیادش بر ما نزدیک بسازه، الا مگر من، کسی که آمن، ایمان داشته باشه، و عمل صالحا، باز امی مال و اولاد خدا در راه مستقیم توجیه بکنه و مال خود در راه الله مصرف بکنه، باز درست است. فاولئک لهم جزاء ضعف، باز بر ازیا دو قسم پاداش داده میشه، هم پاداش عمل خودشان، هم پاداش عمل اولادهایشان صالح، به ما عملوا، به سبب آنچه که عمل کردن. و هم فی الغرفات آمنون، باز الله متعال میگه باز این مردم نوش جانش، هم در دنیا قصر خوبش دارن و هم باز در آخرت برشان قصرهای بسیار بلند خانه های لکس قصرهای بلند و بلند منزلی که آمنون دو بسیار با امنیت می باشن. والذین، و کسانی که یسعون، سعی و کوشش میکنن، فی آیاتنا، در قسمت آیات ما، معاجزین، به خاطر ازی که با این مقابله بکنن، ستیزه بکنن، مخالفت بکنن، اولئک فی العذاب محضرون، الله متعال میگه اونا را در عذاب حاضر میکنیم، اونا در عذاب حاضر کرده میشوند، محضرون، حاضر کرده میشوند. قل ان، بگو باز برشان بگو رسول الله صلی الله علیه و آله، که ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. او مردم، از وسعت رزق یا تنگی رزق زیاد شکایت نکنی، تسلیم حکم الله باشین. تو در عالم اسباب کارت بکو، زامنت بکش، سعی و تلاش بکو، لکن بگذار که الله بر تو رزق زیاد میده یا رزق کم میده. قل ان ربی، یقینا که رب من، یبسط، بگو شاید وسعت میده، رزق روزی را لمن یشاء، بر بعضی ها که خواسته باشه، من عبادی، از بندهاش، و یقدر له، و یا هم تنگ میکنه بر از رزقش. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، و شما نفقه و مصرف میکنین فی سبیل الله، در راه درست،
فهو یخلفه، الله متعال باز عوضش بر شما میته. بخیلی نکنین و هو خیر الرازقین، الله بهترین روزی دهنده ها است. و یوم یحشرهم جمیعا، و روزی که الله متعال تمام از اینا در روز محشر جمع بکنه. ثم یقول للملائکه، باز میگه برای ملائکه اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، یک تعداد مردم، یک تعداد مخلوقات عبادت میکنن، فکر میکنن که ما ملائکه را عبادت میکنیم. الله متعال در مقابلش ملائکه را استاد میکنن، میگه ای ملائکه اینا واقعا شما را عبادت میکنن؟ اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، این همون مردمایی هستن که شما را عبادت میکردن؟ قالو، ملائکه میگن سبحانک، پاکی است را یا الله، انت ولینا، تو ولی و دوست ما هستی، من دونهم، بغیر از اینا، بل کانوا یعبدون الجن، یا دروغ عبادت از جنها را میکردن. جنهای منافق هم است، جنهای مشرک هم است، جنهای کافر هم است و جنهای مؤمن و موحد هم است. جنهایی که مؤمن و موحد هستن او کس را فریب نمیتن، غلطی نمیکنن، فریبکاری نمیکنن، حق بر مردم بیان میکنن، بلکه اینها همون جنهای کافر و منافق و مشرکی که اینا را فریب میداد یا میرفتن وارا عبادت میکردن من دونهم. چی میکردن؟ کانوا یعبدون الجن، اینا عبادت میکردن جنها را. اکثرهم بهم مؤمنین، اینا اکثرشان به جنها ایمان داشتن. از این خاطر انسان مسلمان باید در امو چوکات شریعت الهی با تمام مخلوقات الهی تعامل بکنه. وقتی که اگر شما یک کس را میبینید که میگه جن داره، فوراً بر از او کلمه طیبه را بگوین، لا اله الا الله را بگوین، تلقین شهادت برش بکنین، از توحید برش گپ بزنین، تا که ای اگر مؤمن حقیقی باشه و نه، اگر کافر باشه مسلمان می باشه، و اگر منافق باشه و نخواهد دین فرار میکنه، چرا در مقابل توحید اونا استاده شده نمیتونه. در تعامل با جن همیشه قرآن پیشت باشه. اگر گپ هم میزه تو باید آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سوره فاتحه، چرا وقتی که قرآن باشه، قرآن مثل سپر است و حفظ میکنه انسان از هر حمله. و تو انسان مسلمان دعوتگر باشی، حتی جن هم به طرف دین الله دعوت بکنیم. فالیوم، الله متعال میگه این روز قیامت روزی است که لا یملک بعضکم لبعض نفعا، که هیچ کدام شما برای بعض دیگه تا نفع رسانده نمیتونین، ولا ضرا و ضرر هم رسانده نمیتونین، شما کسایی که راه غلط و کفر اختیار کردین. و نقول، الله متعال میگیم للذین، برای کسانی که ظلم و ظلم کردن، ذوقوا بچشین عذاب النار، عذاب آتش دوزخ را، التي کنتم بها تکذبون، به او عذابی که شما تکذیب میکردین. و اذا، و هنگامی که تتلا تلاوت شود علیهم بالایشان آیاتنا، آیات ما از قرآن و سنت، بیناتی که بسیار واضح و روشن هستند، قالوا ما هذا الا رجل، بازیا چی میگن نیست این پیغمبر مگر یرید ان یصدکم، که مانع شوه عما کان یعبد آباؤکم. مردم های جاهلیت امی گپشان است، این پیغمبر، این دعوتگر آمده، این میخواه که رواجای ما را از بین ببره، عبادت هایی که پدرای ما میکردن ما را از معبودای پدرای ما مانع شوند. چرا؟ یا ایمانشان به پدر ایمان آوردن. الله متعال میگه یا امی دلیلشان است، امی گپشان است. و قالوا ما هذا الا افک مفترى، باز قرآن و سنت میگفتن که چی است؟ دروغ است، دروغ بسته شده. و قال الذين كفروا للحق، و کسانی که کافر شدن به توحید، لما جاءهم، وقتی که آمد برشان امی توحید، ان هذا الا سحر مبین، باز میگن که این قرآن، این سنت، این چی است؟ این دروغ است، جادو هست آشکارا. و ما آتیناهم من کتاب یدرسونها، الله میگه این مردم ها که دلایل میگن کدام کتابی دارن؟ نه، هیچ برشان کتاب ما ندادم که او رو درس بخوانن. و ما ارسلنا الیه من قبلک من نذیر، قبل از تو به اینا پیغمبر هم نامده بود. این عیسی علیه السلام آمده بود که چند قرن فاصله داشت. و کذب الذین من قبلهم، و تکذیب کردن کسایی که قبل از اینا هم بودن. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، این مردم که آل تکذیب تو را میکنه، ای بر یک برده اونا هم نمیرسن. اونا در تکنولوژی و در مدنیت و در تعمیر سازی و قوم عاد و ثمود و فرعون و یا بسیار پیشرفته بودن. این کسایی که جاهلایی که در مقابل توی عرب های جاهلی که در مقابل رسول الله صلی الله علیه و قرار داشتن، و ما بلغوا، یا نرسیدن معشار به یک برده عشر از این گرفته شدن، معشار ما آتیناهم، با عشر دهم حصه آنچه که اونا رسیده بودن یا نرسیدن. فکذبوا رسولی، پس تکذیب کردن پیغمبرهای ما را. فکیف کان نکیر، چه قسم وضعیت فرعون شد، از عاد شد، از قوم ثمود، یا چه قسم با تمام امکاناتشان چطور هلاک شدن.
اینمی قسم قل انما اعظکم بواحده، بگو برشان من شما را نصیحت میکنم به یک سخن، ان تقوموا لله، بخیزین استاشین در مقابل الله، مثنا دو نفر و فرادا و یک نفر، ثم تتفکروا، باز خوب تفکر بکنین، دو نفر یک نفر بشینین و خوب تفکر بکنین. ما به صاحبکم من جنه، به این دوست شما که رسول الله صلی الله علیه و سلم است، این هیچ نوع جنون و دیوانگی در وجود ازی نیست. این هو نیست و الا نذیر، مگر ترساننده لکن برای شما، بین یدی عذاب شدید، قبل از اینکه یک عذاب سخت بیاید برای شما، این شما را از او میترسانه و شما را میفهمانه. قل بگو ما سألتکم من اجر، برشان بگو ای مردم ما کدام اجر از شما طلب کردیم؟ ما هیچ وقت سوال نکردیم از شما اجر. و هر کسی که در راه پیغمبر حرکت میکنه در مقابل دعوت اجوره و پیسه نمیخواه. ما سألتکم، ما سوال نکردم از شما من اجر، از کدام اجر و پاداشی که بر ما بتین، فهو لکم، او بر شما باشه، این مالتان و زندگیتان کلش از خودتان باشه. این اجری نیست پاداش من الا علی الله، مگر بر الله، و هو علی کل شیء شهید، و الله بر هر چیز شاهد و گواه هست. قل بگو که این ربی، یقینا که رب من غالب می سازد چی را؟ حق را. بالاخره حق غالب میشه. علام الغیوب، الله هست که بسیار عالم است به غیب ها. علام، توحید علم غیب الله. قل بگو جاء الحق، آمد توحید وحدانیت، و ما یبدئ الباطل، نه او را باطل دفع کرده میتونه، و ما یعید، و نه دوباره او را پیدا کرده میتونه. قل این ضللت، بگو برشان اگر من گمراه شده باشم، فانما اضل علی نفسی، پس من گمراه میشم بر خود، و این اهتدیت، و اگر هدایت شدیم، فبما یوحی الی ربی، یعنی اگر من در کدام جای این ضللت، اگر در کدام جای راه را گم کرده باشم، پیغمبر گمراه نمیشه. پیغمبر بعضی اوقات راه گم گفته میشه. گفت اگر کدام وقتی من راه را گم کرده باشم، یا پیش از یک بالای من وحی نازل شده باشه، من درست این مسائل درک نکرده باشم، فانما اضل علی نفسی، پس من امیر راه گمیمه به خاطر خودم است که خودم علمیت نداشتیم، یا خودم سواد نداشتیم، یا خودم برام وحی آمده بود. و این اهتدیت، اما وقتی که من هدایت شدم و آل شما را هم به وحدانیت الله دعوت میکنم، فبما یوحی الی ربی، این به خاطر از این است که رب ما برای من وحی کرده است. این من از دل خود نمیگم، این کار من نیست، هدایت از جانب الله هست. انه یقینا که الله متعال سمیع قریب، هم در توحید اسماء و صفات یکی از اسماء الله السمیع هست و دیگه‌ش هم قریب است. الله هم میشنوه و هم بسیار نزدیک است. ولو ترى اذ فزعوا، و اگر میدی تو ایشان را، کاش که پیغمبر تو ببینی او وقت اذ فزعوا، وقتی که ایشان در فزع و خوف و ترس باشن، فلا فوت، پس خلاص نشن، و اخذوا من مکان قریب، باز جای نزدیک اینا گرفته شوند. و قالوا، و میگوین آمنا به، ایمان آوردیم به او، و انا لهم التناوش، باز کی فایده میکنه او وقت برشان حصول ایمان، من مکان بعید، از جای دور. وقتی که اینا گمراه شدن، راه حق قبول نکردن، باز عذاب دیدن، غیب به چشم خود دیدن، باز ایمانشان هم به دردشان نمیخوره. و قد کفروا به من قبل، اینا قبلا هم به کافر شده بودن. و یقذفون بالغیب من مکان بعید، اینا همو تیرهای غیبی و نادیده را از جای دور انداخته میره، یعنی همو عشوایی از دل خود گپ زدن میرن که جنت تو است، که دوزخ تو است، که ما در جنت میریم ولو که کافر هم شویم، بتای ما شفاعت میکنه. گفت یا دیگه از همو دور دیگه، همو تو سخنای، همو تو الکی و سخنای بیهوده و سخنای بی ارزش همو تو گفته میرن. و حیل بینهم و بین ما یشتهون، باز فاصله حائل قرار میگیره در بین از اینا، در بین آن چیزی که یا اشتها دارن. بازی کافرها و بیدینا که از خوب اشتهایشان زیاد است، باز میگه ما در جنت هم میریم، ما مردمای خوب هم هستیم. مشرکا را که ببینی یا دیگه باز میگه اصل که نیستیم، ما هستیم جنتی. الله متعال میگه باز بین از این مشرکین و بین امو اشتهایشان خوب زیاد است، در بین از یا فاصله میشه. کما فعل به اشیاء، مثل که مثل از یا امو احزاب کفری سابقه به نتیجه نرسیدن،
دیگه کافرها هم برشان آنچه که تقاضایشان از دادن نمیشه، برازیا هم عین کار میشه. اینا هم همون قسم رسوا و بدبخت میشه. انهم یقینا کانو بودن این مردم فی شک در شک، مریبن بسیار شک قوی. پس اینمیش شکاکی از اینا را از راه دین دور ساخت. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب الیک.